بنده کی؟ بنده خدا. کدام خدا؟ خدا خوددانا. خود پیدا. خب به خدا چیز بنده ای کردی؟ امرش به جای یاردم نشه ترک کردم. خب امرش چیه؟ کاف کلمه. نماز زکات. روزه حج. خب امت کی؟ امت محمد مصطفی. مذهب به کی داری؟ امام اعظم صاحب. امام اعظم به کی مذهب دیش؟ خود صاحب مذهب بود. خب ملت به کی داری؟ ابراهیم خلیل. به کدام دین هستی؟ دین مقدس اسلام. خب نام پیامبر ما چی بود؟ محمد مصطفی. خب نام پدر پیامبر چی بود؟ عبدالله بن عبدالمطلب. خب نام مادر پیامبر چی بود؟ بیبی آمینه. خب پیامبر خدا پدر خود بیدو بود یا نه؟ نه بود. خب پیامبر خدا چند ساله بود مادرش فوت کرد؟ 6 ساله. خب اصول دین چند ته؟ 3 تا. کدامه؟ اول توحید. دوم نبوت. سوم میا. خب ایمان به چند قسمه؟ به 2 قسم. کدامه؟ ایمان مفصل. ایمان مطمئن. خب به چند چیز ایمان داری؟ به 7 چیز. کدامه؟ کو بخون؟ آمنت بالله. و ملائکته. کتبه. رسوله. بالیوم الاخره. بالقدر. خیری. شری. من الله تعالی. بالبس بدلمو. خب اسلام چند بنا داره؟ 5 بنا. کدامه؟ اول توحید. اول کلمه. دوم نماز. سوم روزه. چهارم زکات. پنجم حج. حج. تو در ایمان یا ایمان در تو؟ ایمان در ایمان. من در ایمان. خب کتابای آسمانی چند ته؟ 4 تا. خب کدامه؟ تورات، موسی، انجیل، عیسی، زبور، داوود، قرآن شریف، محمد مسلم. خب تو مسلمان یا پدرت؟ پدر مسلمان، خودم مسلمان زاده. خب پیامبر خدا چند پسر داشت؟ 3 تا. کدامه؟ قاسم، بیب، ابراهیم. خب پیامبر خدا چند دختر داشت؟ 4 تا. کدامه؟ ابا بیبی راقیه. بیبی زینب. بیبی گلسوم. بیبی فاطمه. خب قرآن شریف به چند سال نازل شد؟ 23 سال. قرآن شریف چند سوره داره؟ چند جز داره؟ 30 جز. خب قرآن شریف چند سوره داره؟ 114 سوره. قرآن شریف چند آیه داره؟ 6666. خب اسمت چیه؟ بیبی راقیه. اسم پدرت کیه؟ خدا داد. اسم بابات کیه؟ ملا مختار. خب از کدام قریه ای؟ قریه زغنو. خب از کدام ولسوالی؟ سال جوان. از کدام ولایتی؟ بادغیس. خب از کدام قومی؟ قوم باغول. خب از کدام طایفه ای؟ طایفه سبتات. ده پیش که خونده ای؟